سلام، این هفته در آفساید نمیخواستیم دوباره بریم سراغ موضوع نخنما شده و تکراری و خسته کننده برجام، اما هر چی میخوایم این برجام رو ول کنیم، برجام ما رو ول نمیکنه. من این مقدمه رو گفتم که ماجرای برجام ول نمیکنه ما رو. ما میخوایم بریم سراغ موضوعات دیگه، ولی این موضوعی است که واقعا ولکن نیست. بله، ماجرای برجام نه تنها ولکن نیست، بلکه هر چی جلوتر میریم بیشتر داره یقه عظما رو میگیره. به طور خاص در روزهای آینده این قضیه قرار خیلی جدیتر یقه رو بگیره. ببینید، این بحث 15 اکتبر یا 23 مهر که حدود 2 هفته دیگه هست، مربوط به یک قانون داخلی آمریکا هستش. سال 2015 حدود 2 سال پیش که برجام تصویب شد، کنگره آمریکا یک قانونی رو گذروند که این فقط مختص آمریکاست و بر اساس اون قانون هر 90 روز یک بار هر کسی که رئیس جمهور آمریکا هست باید اعلام بکنه 2 تا چیز رو، که اینکه آیا ایران پایبند به برجام بوده، 2 آیا برجام در راستای منافع ملی آمریکا هست یا نه. که آیه ترامپ حدود 9 ماه رئیس جمهور تا حالا 2 بار این کار رو انجام داده. دفعه سوم شک و شبهه وجود داره که آیا میخواد این کار رو انجام بده یا نه. پس جریان از این قراره که این برجامی که حدود 2 سال پیش وقتی اجرایی شد با این تیتر رو ازش استقبال کردند، تحریم ها رفت، صبح بدون تحریم، فروپاشی تحریم، آغازی بر پایان، آغاز یک روز خوب برای همه و بله، این برجام الان بعد از 2 سال داره تبدیل میشه به یک روز بد برای همه، چون رئیس جمهور آمریکا باید ظرف چند روز آینده اعلام بکنه که این برجام هنوز داره کار میکنه یا نه. البته از همین الان پیش بینی هایی هم در این رابطه صورت گرفته. حدس من این است که احتمالاً رئیس جمهور آمریکا در گزارش خود پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. این حرف ظریف در مصاحبه با گاردین و فاینانشال تایمز پیش بینی رفتار ترامپ را آسان‌تر کرده. بله، بر اساس پیش بینی مدافع شماره 1 برجام یعنی ممجواد ظریف، قراره که رئیس جمهور آمریکا پایبندی رژیم ایران به توافق هسته‌ای رو تایید نکنه. حالا سوال بزرگ اینه که اگر این اتفاق بیفته بعدش چی میشه؟ اگر آمریکا از برجام بخواد خارج بشه، قاعدتاً اون گزینه سیستم ماشه رو هم عملیاتی خواهد کرد در سازمان ملل، یعنی اون تحریم‌های سازمان ملل هم بر اساس مکانیزم ماشه برخواهد گشت. پس یعنی در واقع اگر ترامپ بگه برجام نقض شده، یه دومینویی شروع میشه که همینطور همه تحریم‌ها برمیگرده تا تهش میرسیم به نقطه اول قبل از برجام. حالا دیگه ببینیم که اگر این اتفاق بخواد بیفته، نظام چه خاکی به سرش میکنه. کاری که آمریکایی ها انجام بدن جز اینکه به ضرر خودشون تموم بشه، ضرری برای ما نخواهد داشت. به ضرر آمریکا میشه؟ پس اینو چرا نکردن وزیر خارجه‌شون؟ تصور میکنم خروج آمریکا ما رو خیلی متضرر نخواهد کرد، به این دلیل که ما دانش فنیمون رو در همون سطح بالا و حتی بالاتر نگه داشتیم. این نابغه‌ها توی این مدت تا حالا کجا بودن؟ یه وقت کسی حرفای اینا رو برای آمریکایی‌ها ترجمه نکنه ها، چون اگر آمریکایی‌ها بفهمن که اینقدر ضرر میکنن شاید تصمیمشون عوض بشه. اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم به بازگشت بکنه، قطعاً هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ تکنولوژیکی، هم به لحاظ تجربه کاری، ایران قبل از برجام نخواهد بود. با سانتریفیوژهای نسل جدید، با توان بسیار بیشتر، با دانش بسیار بالاتر کارمون رو آغاز خواهیم کرد. حداقل آمریکایی‌ها بهتر از همه میدونن که ما چه توانمندی‌هایی در این زمینه داریم. آقا بذار اول ببینیم که اینا دارن درباره برجام صحبت میکنن یا درباره یه موضوع دیگه است، چون اون چه که نظام توی برجام بای داد و رفت به گفته خودشون اینه. برجامی که ایران برای اجرای دقیقش تعداد سانتریفیوژهایش را از 19,000 به حدود 6,000 دستگاه رساند، ذخایر 10,000 کیلویی اورانیوم غنی شده‌اش را به 300 کیلو کاهش داد، غنیسازی 20% را تعطیل و قلب راکتور عراق را خارج کرد. حاجی بیدار شو، همون سانتریفیوژهای عتیقه قدیمی رو هم دادن رفته.
ذخایر اورانیوم رو دادن رفته، غنیسازی 20% رفته، بعد سانتریفیوژهای نسل جدید صحبت چی میکنه این؟ قلب راکتور هم در آوردن توش سیمان زدن. حالا نه این شکلی، ولی خب خودشون هم دیگه ماکتش هم درست کردن. تازه اگر تحریما دوباره همه برگرده اینا هم بخوان شروع کنن، از نقطه قبل برجام عقب‌ترن، چون قبل از برجام باز یه چیزایی داشتن، الان اونم ندارن. بعد مگه برگشت به عقب کار یه روز دو روزه؟ یه قلم همین قلب راکتور عراق که تو حفره‌هاش هم مثل این که سیمان ریختن. خودشون دارن میگن، سایت رجا نیوز. لازم به ذکر است که مهمترین نکات در طراحی قلب راکتور تعیین هندسه، ابعاد و چیدمان، محفظه های سوخت، کالندریا و آلیاژ به کار رفته در آن می باشد که دقت به کار رفته در آن در حدود 100 میلیمتر بوده و لذا به دلیل حساسیت فوق‌العاده پس از عملی مانند بتون کردن به هیچ عنوان قابل بازگشت نخواهد بود. یعنی فقط برای بازسازی همین قلب عراق باید اون قلبه دوباره ساخته بشه، یعنی یک کاری بین 1 تا 2 سال. اگر قرار باشه دوباره تحریم کنن، یعنی خر بیار و باقالی بار کن. پس این ظریف برای چی داره التماس میکنه به اروپایی ها که تو رو خدا از برجام خارج نشید؟ ظریف که با روزنامه‌های گاردین و فاینانشال تایمز مصاحبه می‌کرد، از اروپا خواست در صورتی که دولت ترامپ توافقنامه هسته‌ای با تهران را از بین ببرد، این کشورها آمریکا را نادیده بگیرند و از تحریم‌های بعدی آمریکا تبعیت نکنند. البته در مورد موضع اروپا هنوز قضیه خیلی روشن نیست که به خواست ظریف گوش میکنند یا نه. ولی خب اگر هر کسی هم خودش رو جای اروپایی ها بذاره میبینه که خیلی هم انتخاب سختی نیست. اگر روزی مجبور بشی بین ریال حکومت ایران و دلار یکی رو انتخاب کنی. اون کشورهای اروپایی هم همینطور، اونها هم در نهایت ذیل هدایت آمریکا هستند. بعضی از شرکت‌هاشون قطعاً با مشکل مواجه خواهند شد. مشکل ما الان این هستش که شرکت‌های خصوصی اروپایی بیشتر به حرف آمریکا مجبورن گوش کنن تا حرف دولت‌هاشون. مالی با اون وابسته هستن. مثلا فلان بانک اروپایی، آمریکایی خب بهش انتخاب میدن، شما دلار رو میخواید یا ریال رو، اون مجبور دلار رو انتخاب بکنه. اینجاست که معلوم میشه اصلا کل قضیه مذاکره با شیطان بزرگ از همون اول یه مشکلی داشته، چون امامشون هم این رو گفته بود که با شیطان اکبر از این شوخیا نباید کرد. اینا استکبار جهانی هستند، خودشون جای خدا گذاشتن، برای خودشون مقام کبریایی قائلن. شیطان بزرگه. شیطان بزرگ رو آخه کسی با شیطان که نمیره بشینه نرد عشق ببازه، باش قدم بزنه. خب شیطان بزرگ چیکار میکنن؟ رجم بزرگ میکنن دیگه. چه کردن؟ فرمود رابطه ما با آمریکا رابطه میش با گرگه. آیا میش میتونه با گرگ رابطه داشته باشه؟ چه اتفاقی افتاده الان در جمهوری اسلامی؟ آمریکا دیگه شیطان بزرگ نیست. الان رابطه ما با آمریکا رابطه بره با گرگ نیست. یا ما باید شده باشیم گرگ که 2 تا گرگ باشیم، الان ما گرگ آمریکا هم گرگ، یا آمریکا هم شده بره. ولی تو گرگ بودن نظام ولایی که شکی نیست، ولی به نظر میرسه که گرگ نظام الان یک گرگ بیدندون و پنجه شده، چون هر چی هم که زوزه میکشه دیگه اثر نمیکنه. یکی از نکاتی که حالا منم اشاره کردم قبلا این که دشمن اگر بخواد این تحریم هایی که به بهانه های مختلف، تحریم های جدیدی که در عرصه های دفاعی، تسلیحاتی، موشکی ما میخواد ایجاد بکنه، بدون تردید اگه بخواد فشارش رو اجرایی بکنه، ما اعلام کردیم که باید فاصله بگیره دشمن، به خصوص آمریکایی‌ها، از مرزهای جمهوری اسلامی که حالا موشکامون تا برد 2000 کیلومتر از مرزهای ایران باید فاصله بگیرن. ما اینو قبلا اعلام کردیم. یه بار قبلا اعلام کردی، هیچ کس نگفت خرت بچند، خب دیگه میذاشتی فراموش بشه. آخه مشنگ یه سوتیو که 2 بار نمیدن. باز بسیجی دهنگشاد میگفتید نمیفهمه، ولی ظاهرا این از اونم کمتر میفهمه. آخه این حرف از زبان فرمانده اول سپاه میدونی یعنی چی؟ میگه ما اعلام کردیم اگر آمریکا میخواد این تحریم های جدید رو بکنه، باید نیروهاش رو تا شعاع 2000 کیلومتری ایران فاصله بده. یعنی باید از تمام کشورهای عربستان، قطر، پاکستان، خلیج فارس، اروپای شرقی، دریای مدیترانه آمریکا نیروهاش رو خارج کنه. چرا؟ چون پاسدار جعفری گفته.
خب اگه نکرد چی؟ اون وقت چی کار میخوای بکنی مثلا؟ اگه 2000 سیاسی بودی میفهمیدی که الان وقت این زوزه کشیدن ها نیست. اینی که ترامپ میاد در سازمان ملل به این راحتی نقض میکنه حق ایران رو در حوزه برنامه هستی، اصلا بحث بمب و اینا رو مطرح نمیکنه. این خودش نکته هستش که قاعدتاً باید بهش توجه بشه. از این جهت وضعیتی که ما خواهیم داشت در این هفته‌های آینده وضعیت سختی خواهد بود که برجام خب قرار بود بعضی از مشکلات کشور رو حل بکنه دیگه، از جمله مشکل آب خوردن رو قرار بود حل بکنه. اینها میخوان برجام رو تبدیل بکنن به یک مشکلی در کنار مشکل‌های دیگه. این نه تنها مشکل رو حل نکنه، خودش هم مشکل بشه. میدونید کار آژانس منحصر در مباحث هسته‌ای هست، تو حوزه‌های نظامی نباید ورود پیدا بکنه. با فشاری که آمریکا روی آژانس داره میخواد آژانس رو به سمت بحث‌های نظامی هل بده. بله، مشکل واقعی اینه که در تعادل قوای کنونی دیگه برجام یک کفایت نمیکنه، بلکه بحث اینه که برجام‌های دیگه هم باید اضافه بشه، بازدید از سایت‌های نظامی هم اضافه بشه. یکی از نواقص این توافقنامه این است که صرفاً به برنامه‌های هسته‌ای ایران پرداخته و تمامیت و کلیت رفتارهای ایران در آن لحاظ نشده است. دولت ترامپ رفتار بد دولت ایران را در مجموع مد نظر قرار می‌دهد. به هر حال یکی از پیشنهادهای کنونی اینه که بیاین از اول مذاکره کنیم، ولی سایر موضوعات مثل فعالیت‌های موشکی، دخالت در امور کشورهای منطقه رو هم توی برجام‌های بعدی بگنجونیم، تازه بعدش میشه از رفع تحریم‌ها صحبت کرد. ولی آخه این گزینه هم دیگه برای ظریف و شرکا گزینه نیست. A new round will produce any better results. In fact, a new round will get us in a quagmire. فکر نمی کنم برگزاری مجدد مذاکرات نتایج بهتری داشته باشه. در واقع دور جدید مذاکرات ما رو در باطلاق جدیدی فرو میبره که هیچ کس نمیتونه از اون خارج بشه. باطلاق جدید؟ پس باطلاق قدیم کدومه؟ خودش هم داره غیر مستقیم تایید میکنه که این برجام فعلی یه باطلاقیه که توش گیر کردن. دیگه ظرفیت این که توی یک باطلاق دیگه هم برم ندارن. خب پس تو باطلاق جدید که نمیخوام برن، تو باطلاق قبلی هم که بمونن هی تحریم‌های جدید، فرامین جدید میاد که بیشتر توش فرو میرن. اقدام جدید ضد برجامی آمریکا این بار سنگ‌اندازی در بهره‌مندی ایران از تسهیلات نهادهای مالی بین‌المللی به بهانه واهی. رئیس جمهور آمریکا در دستورالعملی جدید نمایندگان این کشور را در صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه بین‌المللی موظف کرده با هر گونه درخواست دولت ایران برای دریافت وام مخالفت کنند و تمام توان خود را به کار بگیرند تا ایران نتونه از منابع مالی این نهادها استفاده بکنه. به این ترتیب این باطلاق برجامیه که نظام سیدعلی داره توش دست و پا میزنه. اینکه حالا با تحولات روزهای آینده دیگه چه خاکی میخوان به سرشون کنن، موضوعی که از همین الان دارن توی بیت ولایت احتمالاً بهش فکر میکنند. تا جایی که به ما و شما برمیگرده، براتون اوقاتی خوش آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.